مأموران پلیس در افغانستان میگویند در نتیجه حمله مرگ طلبانه به یک مسجد شیعه ها در کابل 27 نفر کشته شدند. بمبگذاران نمازگزاران در مسجد باقرالعلوم را هدف گرفتند. مردم در اینجا مراسم اربعین را به پایان می‌رساندند که گرامی داشت یاد نبیره حضرت محمد پیامبر اسلام است. سردار ریاست تفتیشات پلیس کابل گفت در حمله 21 نوامبر 35 نفر دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله را وحشیانه خواند و یک سخنگوی طالبان گفت که حمله کار دست آنها نیست. در افغانستان 15% اهالی شیعه مذهب و بقیه سنی مذهب هستند. در ماه ایول در نتیجه حمله به تظاهرات شیعه مذهبان در کابل 80 نفر کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت آنها را بر دوش گرفت. در اونجا شش بودیم نزدیک چشم ملا دعا میکرد که و گرم کرد. یک دو نفر دیگه